زنان کرد ظرافت زنانه و خشونت مردانه را به هم آمیختند. سربند زنان کرد معروف است که چون دستاری بلند به شیوهی خاص بر سر پیچیده می شود. آرایش نیمتنه و سربند با سکه های طلا در میان آنان بسیار مرسوم است. گاه اینطور به نظر می رسد که نیمتنه‌ای از طلا بر تن دارند. این زیور کمتر خرج می شود مگر آنگاه که شوی را نیازی باشد. عروسی اعیاد فرصت نمایش عادات و آداب قبیله‌ای را به آنها می بخشد. پیش از مراسم عروسی داماد بهترین جامه خود را در بر می کند و شالی و خنجری با تشریفات به دور کمر او جای می گیرد. عروس نیز دامنی بلند و نیمتنه‌ای زرین بر تن دارد و دستمالی از حریر چهره پر آزرم او را در بر می گیرد. نزدیکان داماد او را سوار بر اسب به همراه میبرند و کاروان را اغلب صفیر گلوله ها استقبال می کنند. این نشانه شادی و سرور است. آنگاه زنان و مردان به آهنگ محلی که از ژرفای هزاران سال قدرت و سنت برمی آید پای می کوبند. این رقص جمعی یکی از آیین‌های پرلطف ایلیاتی است که انجام می گیرد. جشن عروسی ساعتها به طول می انجامد. همسایگانی که به عروسی خوانده نشده‌اند بر پشت بام‌ها می روند و عروس را از دور تماشا می کنند.